طلایه‌دارشان کیست؟ او که در مکه کعبه ناطقش میخوانند. کیست اول مجرم؟ ابراهیم و اساس دین. عدالت است. و حسین به کوفه میآید تا عدالت برپا کند و حکم خدا را جاری سازد. آری. نشنیدم. عدالت! ما مسلمین را عزت، فقرا را ثروت، امیران را غرور و نام عرب را در جهان پرآوازه کردیم. آنگاه حسین آیین پیامبر را بر باد رفته میپندارد. تو همزاد شیطانی. سروری سزاوار کسی است که بی‌محابا بر خصم خلافت عالمگیر یزید اسب بتازاند. ما به دوستداران خلافت صله می‌بخشیم. چیزی آرزو کن تا اجابت کن. امیر بر من منت گذارند و زیبا و دلربا و محکوم به مرگ. لطف امیر با کدام پیشکش جبران می‌شود؟ آنکه سرش یا نامه بیعتش با من به سر تا سر فتوحات ما در شرق و غرب عالم می‌ارزد. ای مردم کوفه، نامه های شما به من رسید. فرستادگانتان گفتند سوی ما بیا که امام نداری. آیا رأی شما جز آن است که در نامه هاتان به من نوشتی؟ اگر دین محمد جز با کشتن من استوار نمی شود، پس ای شمشیرها مرا در آغوش گیرید. آتش!